این گیاه گون است که از آن کتیرا به دست میآید که در کوههای استان کرمانشاه و ایلام به وفور یافت می شود و برای کسانی که واقعا دنبال درآمدزایی هستند یک گیاه خوبی است که از آن کتیرا به دست می آید. اگر بتوانید روزی 100 تا از آنها را تیغ بزنی، تقریبا 110 گرم می شود 1 کیلو، که 1 کیلوی آن می شود 10 میلیون. اگر ماهی واقعا روزی 1 کیلو از آن به دست بیاوری کتیرا، ماهی می شود 300 میلیون. این شغل مناسب برای کسانی است واقعا دنبال درآمدزایی هستند.